3 مرحله فضاگشایی. ابتدا ببینیم فضاگشایی چیه. فضاگشایی یک عمل نیست که انجام بدید. فضاگشایی یک فعالیتی نیست که انجام بدید. فضاگشایی یک ذکر نیست که انجام بدید. فضاگشایی یک بیعملی هست، یعنی شما هیچ کاری نباید انجام بدید. فقط لازمش اینه که شما در یک وضعیت هوشیاری باقی بمونید. فرض کنید شما در یک موقعیتی هستید، کسی به شما تهمتی میزنه، کسی به شما توهین میکنه، کسی یک حرف ناروایی به شما میزنه، کسی شما رو مسخره میکنه، کسی به شما متلک میندازه، یا هر اتفاق و رویداد دیگه‌ای که در زندگی برای شما اتفاق میفته. در وضعیتی که ذهن ناخالصه، یعنی فضاگشایی انجام نشده، فرد بنا به اون ایگوهایی که داره، اون نفسانیاتی که داره، اون ترسهایی که داره، اون خشم و عصبی بودن واکنش نشون میده. یعنی در یک فضای کاملا بسته هست و در اون فضای بسته دست و پا میزنه و واکنش‌های متقابل، رفتار متقابل نشون میده که این کار هم باعث افت انرژی خودتون میشه، هم یک درگیری ایجاد میشه و هم باعث میشه که یک تنش بی‌موردی ایجاد بشه. وقتی که میگم فضاگشایی کنید، در این شرایط، در این رخدادها، در این اتفاقات شما وارد اون فضاگشایی که در درونتون انجام دادید میشید و داخل اون فضاگشایی قرار میگیرید و کاملا ریلکس هستید، کاملا هوشیار هستید، کاملا آگاه هستید به اتفاقاتی که داره میفته، چون خودتون رو کشیدید عقب و فقط مشاهده میکنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. به سمت شما تیرهایی پرتاب میشه، ولی وقتی که در حالت ذهن ناخالص باشید این تیرها به شما برخورد میکنه. وقتی که در حالت فضاگشایی و یک ذهن خالص باشین، این تیرها اصلا به شما نمیرسه، به شما برخورد نمیکنه. یعنی هیچ آسیبی به شما وارد نمیشه از این تهمت‌ها و توهین‌ها و کلی مسائل دیگه. شما انقدر اوج میگیرین در درون خودتون که هیچ تأثیری بر شما نداره. در ویدیوی قبلی گفتم که یک سنگی رو اگه به یک برکه کوچیک پرتاب کنیم، اون برکه کوچیک متلاطم میشه، شفته میشه، به هم میریزه. ولی همون سنگو به دریا بندازیم، چون وسعت گرفته، هیچ تلاطمی اتفاق نمیفته. بذارید یک گریزی بزنیم به یک صفت خداوند، صفت واسع، صفت موسع، صفت وسیع. باید این صفت رو در درون خودتون پرورش بدید. وسیع باشید، بیکران باشید، مثل آسمان، وسیع، بسیط. ما به عنوان یک موجود انسانی میتونیم این صفت رو در درون خودمون پرورش بدیم. از یک وجه میتونیم خدا رو این گونه تعریف کنیم: خدا عالی ترین شکل بودن یک انسان هست. ولی برعکسش چی میشه؟ تنگنا، فشردگی، ناگشودگی. این یک صفت قهریه هست، یک صفت شیطانی هست و شیطان همیشه دوست داره شما تو تنگنا باشین، تو فشار باشین، تو فشردگی باشین. و تعریف که در اینجا میشه از شیطان کرد، شیطان پایین ترین و جهنمی ترین شکل از نوع بودن هست که پر از درد و رنج هست. پس به این دو مورد آگاه باشین و وسیع بودن و واسع بودن رو در خودتون ایجاد کنید که همان میشه فضاگشایی که در موردش حرف میزنیم. 3 مرحله فضاگشایی رو باید در درونمون انجام بدیم، تمرین کنیم تا بتونیم در شرایط مختلف وارد اون فضا بشیم و هیچ تأثیری از اتفاقاتی که میفته نگیریم. مرحله اول چیه؟ مرحله اول مشاهده هست.
در هر رخدادی، در هر اتفاقی از یک ناظر به موضوع نگاه کنید. یعنی خودتون رو بکشین کنار، خودتون رو وارد قضیه نکنید. انگار بر ذهن شما یک شاهدی از بالا داره نگاه میکنه و واکنشی نشون نمیده. اگه واکنش نشون دادید وارد یک من ذهنی میشید و این من ذهنی درگیری ایجاد میکنه. ولی در فضاگشایی شما در یک حالت شهود، در یک حالت مشاهده گری قرار میگیرید که در حالت مشاهده گری شما اتفاق مورد نظر رو قضاوت نمی کنید، واکنش نشون نمیدید، رفتار متقابل نشون نمیدید. مشاهده گری رو تمرین کنید در مرحله اول. یعنی وقتی که اتفاقاتی که تو زندگیتون میفته سعی کنید خودتون رو بکشین بالا، بکشین کنار و اون اتفاق رو تجزیه و تحلیل بکنید. نه تجزیه تحلیل ذهنی، بلکه فقط به عنوان شاهد اون اتفاقات رو بالانس کنید، ببینید، مشاهده کنید و در مشاهده صرف هست که شما یاد میگیرید، نه اینکه وارد ذهن بشید و درگیری ایجاد کنید، هم برای دیگری هم برای خودتون. در مرحله دوم پذیرش هست. هر اتفاقی افتاد، از خوبترین تا بدترین، بپذیرید. برچسب نزنید، نگید خوبه یا بده، نگید که زشته یا زیباست. بپذیرید، همه اتفاقات رو بپذیرید. اگه میتونید کاری بکنید، اگه به سهم خودتون میتونید کاری مفید انجام بدید، انجام بدید. وگرنه اگه از دست شما کاری بر نمیاد، تسلیم باشید، بپذیرید اون اتفاق رو. برای خودتون مشکل و مسئله ایجاد نکنید. و مرحله سوم رهایی هست. رهایی شناور شدن در فضای گشوده است. یعنی هیچ نفسانیتی، هیچ چسبندگی، هیچ وابستگی، هیچ گرفتاری، هیچ موضوع با اهمیتی وجود نداره. برای شما هیچ چیز جدی نیست، همه چیز شوخی است، همه چیز موجبات خنده است. در حالت رهایی شما یک موجود مجرد رها شده از همه چیز هستید و وقتی که در حالت رهایی هستید هیچ چیز نمیتونه روی شما تأثیر بذاره، هیچ چیز نمیتونه انرژی شما رو پایین بیاره، هیچ چیز نمیتونه شما رو آشفته کنه، چون در دسترس هیچ چیز قرار نمیگیریم. یعنی خودتون رو میکشین کنار از مسائل و رخدادهایی که در زندگی رخ میده. این سه مرحله به طور خلاصه میشه هوشیاری. شما هوشیار باقی میمونید و در حالت هوشیاری همه چیز طلاست، همه چیز جواهر است، همه چیز یک بخشی از پازل الهی است و در این حالت انرژی شما مدام بالا میاد و شما در حالت سرور، در حالت بیکرانه، در حالت عشق هستید. و کسی که در این حالت هست پیامی به جز عشق نمیتونه به هیچ انسانی داشته باشه. در مقابل توهین ها واکنش نشون نمیده، بلکه یک گل میده، بلکه یک حس خوب میده. یا اون صحنه رو ترک میکنه یا یک انرژی، یک جریان خوب ایجاد میکنه. این رو تمرین کنید، اون فضاگشایی رو در درونتون ایجاد کنید. یعنی هر روز باید تمرین کنید. هر روز این حالتها رو در اتفاقاتی که در زندگی رخ میده تمرین کنید. تو تجربیاتتون بیارید. در سطح دانش نمونه تو ذهنتون، بلکه وارد عمل بکنید. در عمل اینا رو تجربه کنید، استفاده کنید. شاد باشین و سلامت و هوشیار.